سلام بچه ها، من ساره هستم. سلام، من نیما هستم. سلام بچه های زیبای گل گلدان من، گل گلدان من، رو لبات جون من، به خدا خون من بسته. بچه ها ببینید توی دنیا خیلی داره اتفاقات عجیب میفته، اتفاقات وحشتناک میفته و چه بهتر، چه زیباتر، چه قشنگتر میشه که اگه شما بچه ها یکم ماها یعنی یکم آگاه باشیم، اطلاع رسانی کنیم، آگاه سازی کنیم و راجع به اتفاقایی که کلا داره میفته. یه برنامه‌ای هست مال آقایی به اسم علیرضا، خالصال چنلشو میذارم این زیر، مصاحبه میکنه با افراد آسیب دیده، با افرادی که مشکلات بد براشون افتاده یا بهشون خیانت شده یا خیانت کردن یا نمیدونم. با ببینید دیگه درس عبرته بچه‌ها. این برنامه درس عبرته. بریم با هم گوش بدیم، یه درس عبرت امروز بگیریم و یه ویدیو مفید رو برای شما بسازیم. بوس به توی خوشگل، به خاطر اون چشمای خوشگلت اینجا بکوب لایکو، ندیده بکوب لایکو که بریم تو کارش. درود بر شما عزیزان همراه، امیدوارم حالتون خوب باشه. هر کجا که هستید در پناه خدای مهربون باشید و نگاه خدا انشالله هرگز از زندگیتون برداشته نشه. من علیرضا محسنی هستم و اینجا اپیزود جدید برنامه منه. عزیزان قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب این نکته رو بگم، اگر شما هم تمایل دارید که در برنامه من شرکت بکنید و داستانتون رو تعریف بکنید، میتونید از طریق آیدی تلگرامی داب علیرضا ادمین که انشالله ادیتورمون براتون میذاره اقدام بکنید و بخشی از داستانتون رو تعریف بکنید و همکاران ما در پشتیبانی حتما به شما کمک خواهند کرد. در مورد این نکته بگم که چرا ما این برنامه رو میسازیم. هدف ما آگاه سازی اقشار مختلف جامعه، مخصوصا کودکان و نوجوانانی که حالا کودک نمیشه گفت ولی نوجوانانی که ما رو دنبال میکنن هست، اینکه بدونن در جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم همش قشنگی و دنیای رنگی رنگی نیست و بعضی وقتا تاریکی ها و ظلم و اتفاقات ناگوار هم در اون وجود داره و ما اینها رو میگیم که انشالله قبل از اینکه هر کدوم از شما این اتفاقات رو تجربه بکنید یک پیش زمینه‌ای برای شما باشه که بدونید سرانجام یک سری از انتخاب ها در زندگی چیه و مردم و هر فردی که در روز باش در ارتباط هستیم با چه داستان هایی دارن دست و پنجه نرم میکنن. انشالله که هیچ کدوم شما این اتفاقات رو تجربه نکنید. خیلی ما انسان ها، حالا ما ایرانی ها شاید خیلی از روی ظاهر اعتماد میکنیم، قضاوت میکنیم و اینکه اعتماد میکنیم یکی چهرش خوب بخوره مثبت بزنه دیگه اعتماد میکنیم باش تو جنگل تاریک هم حتی میره. قشنگه که این برنامه ساخته میشه از موضوعی واقعی، قربانیای واقعی میان حرف میزنن که من و تو یاد بگیریم یکم دقت کنیم، که نذاریم اون اتفاق برامون تکرار شه. همیشه ما فکر میکنیم اتفاق برای بقیه میفته، در صورتی که تمام اینها هم همیشه اینو فکر میکنن که این همیشه اتفاق برای بقیه است ولی اتفاق و یک لحظه است. بریم سراغ مهمون امروز برنامه‌مون که یک داستان جذاب رو برای ما روایت بکنه. خب دوست عزیز سلام، امیدوارم حال شما خوب باشه. خیلی خوش اومدی به برنامه من قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم همیشه یک سوال تکراری رو از عزیزانی که تمایل دارن تو برنامه شرکت بکنم میپرسم. هدف کلیت از حضور در این برنامه چی بود و چرا دوست داری داستانت رو برای ما تعریف کنی؟ میخواستم بچه‌هایی که همسن سال من بودن تو اون دوره‌ای که بودم درگیری موضوعات نشن، به خاطر غم و اندوهی که دارن سمت یه کارایی نرن که تهش پشیمونی داشته باشه. خب تو آدمی بودی که غم و اندوه در زندگیت داشتی؟ خیلی. و برای فرار از این غم و اندوه چه کار میکردی؟ من با یکی از دوستان به من پیشنهاد مهمونی شبونه داد، گفت بریم اونجا حال و هوات عوض میشه، از این حالی که داری رها میشی. میشه در مورد مهمونی شبونه یه ذره بر ما توضیح بدی؟ موقعی که میرفتیم داخل مهمونی دیگه همه چی بود، مشروب، گل، LSD میخوریم دیگه، تو اون حال و هوایی که از غم بودش نبودم، خارج میشدم از اون حال. بعد این خیلی اولش به من مزه کرد، بعد دیدم نه من معتاد این قضیه شدم، یعنی دوستان هر شب برم.
یعنی هفته یک بارم نه، هر شب برم داخل شما مهمونی. مثلا تو حوزه روابط مثلا هر کسی رو تو مهمونی برای اولین بار میبینی ازش خوشت میاد همونجا باشون رابطه برقرار میکنی؟ دیگه پسر بودن آره باشون اوکی میشم، ولی چون عاشق یه دختری بودم سعی میکردم سمت دختری دیگه نرم. آها، یعنی با اینکه اونجا شرایطی داشتی ولی این کار نمیکرد؟ نه نمیکردم. تو داری میری جایی که نباید بری، حالا چه اون کارو بکنی چه نکنی دیگه مرد حسابی مهم نیست دیگه. تو یه جوری خیانت میکنی دیگه، هیچ پارتنری حاضر نیست تا دوستش باشه، تنها بره پارتی. حالا چه با پسرش بتونه بشه. دقیقاً. ولی بیشتر با پسرها اوکی میشدیم و صحبت میکردیم و رفاقت میکردیم. حالا من یه چیزی بگم که ان شاءالله سوء تفاهم نشه. منظورشون اینه که با پسرها اوکی میشدیم، منظورشون این هست که بیشتر جمع رفاقتی داشتن و با دوستان خودشون توی اونجا در واقع خوش میگذروندن و این تفریح‌های ناسالم رو در واقع انجام میدادن. گفتم یه وقت سوء تفاهمی نشه. پس شما بیشتر تو مهمونی‌ها میرفتی با دوستات خوش میگذروندی، اصلا کاری به دخترای دیگه هم نداشتی؟ نه با دختر دیگه اصلا کاری نداشتم. عاشق بودی؟ عاشق بودم، ولی از اونورم حالم هم بد بود سر قضیه جدای پدر مادرم و شرط سختی که تو زندگیمون بودش. واقعا ناراحت بودم. بگه چند سالش؟ ولی دیگه سوال اینه که دختر مورد علاقت رو کجا باش آشنا شدی؟ دختر مورد علاقه‌م یه دختر همسایه‌ام بودش که سالها بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم و من اینو دوستش داشتم. میدونست جدای پدر مادرم؟ نه اینکه دوستش داری رو؟ آره میدونست. دقیقا مقابلم اونم من دوست داشت. در ارتباط بودید؟ در ارتباط بودیم. کم و بیش؟ کم و بیش. خب و داستان از این اتفاقات بدی که برای تو زندگی میفته دقیقاً از بخشی از این داستان از همین خانم نشأت میگیره دیگه، درسته؟ دقیقاً بخواین که حال دل خودم خوب بشه، این مهمونی‌ها میرفتن که با هم بتونم خوش رفتاری کنم و دلش رو به دست بیارم. میپذیرتم چیزا. من مهمونی میرم عزیزم پارتی میکنم، شبا میخوام یاد بگیرم با دخترها چطوری رفتار میرم پارتی میکنم که بتونم با تو خوب خوش رفتاری کنم. نمیخوایم بابا این مدل خوش رفتاری رو نمیخوایم، بیا ما خودمون یادتون میدیم. یعنی الان ببینم درس عبرت چی میشه. اصلا واقعا دلیل این کارم نمیدونستم که میگم تو مهمونی حال دل خودم خوب کنم. چند سری هم به این دختر گفتم میای تو هم، گفتش که من از این مهمونی خوشم نمیاد، تو هم سعی کن نری و اینا، ولی زیاد به حرفش اهمیت نداد. متوجه منظور من نشده. میگم که این اتفاقات بدی که برای تو افتاد سر همین دختره بود دیگه؟ آره دیگه تقریبا. الان که ارتباطی نداری باش؟ داری؟ نه کلا اونم از دست دادی؟ از دست دادم کلا. عاشق دختر همسایه‌تون بودی، حالا با هم در ارتباط بودین، همدیگه رو دوست داشتین. حالا خیلی نمیخوام اونو باز کنم که شاید ناراحت بشی راجبش حرف بزنی. اما خودت در این اتفاق، اینکه کسی رو که دوست داشتی از دست دادی، چقدر خودت رو مقصر میدونی؟ آیا کاری کردی که نباید؟ میخوام بدون جانبداری بگی، صادقانه بگی که حالا اون تجاوز اتفاق افتاد، همه رو کاری نداریم. اینکه چطور پای این آدم به زندگیت باز شد و اصلا چطور با دوست دختر تو آشنا شد؟ من صادقانه ساده بخوام بگم، مثلا کلمه نامزدم به کار نمیبرم، ما دوست بودین با هم دیگه. اینو برای من یه توضیح بده. من بزرگترین اشتباهی که کردم آقای محسنی، آدمی که باش تو پارتی آشنا شدم پاشو تو زندگیم باز کردم. یعنی جوری بود که با دوست دخترم که می‌خواستیم بریم بیرون، اینم کنار ما بودش. با چه اعتمادی؟ نمیدونم. چه اعتمادی؟ همین یکم چهرهش بچه مثبت میزده، باهاشم تو مهمونی هواشو داشته، این فکر کرد خیلی آدم با ناموس و آدم مشتی و عشق است. بابا یه ذره چارچنگولی حواستون به دور و برتون باشه. اصلا چرا با یه فردی که چند وقت باش آشنا شدی بیاریش تو خونه؟ بعد این مدت دیدم تو اینستاش فالوش کرده. این اولین درس عبرت که زود اعتماد نکنین. کسی که اعتماد 100 بهش ندارین و نیارینش توی خونه زندگی خودت و پارتنرت، فضای شخصی. دقیقاً. بعد یکی دو پرسیدم واسه چی اینو فالو کردی؟ به دوست دخترم گفتم واسه چی دوست دارن فالو کردی؟ گفت خب دوست داری، تو که بهش اعتماد داری، وقتی با هم میری یعنی بهش اعتماد داری که منم سری همین که دوست مشترکی فالو کردم. اگه اعتماد نداری واسه چی آوردیش تو جمع که الان مشکل داری تو اینستاگرام که تازه یک فضای مجازیه، تو اینو برداشتی آورد تو فضای واقعی. آفرین، حالا تو مجازی فالوش کردن ناراحت شد. مردم عجیبن که همین آدمی که من پاشو باز کردم تو زندگیم، نامزدمو گرفت، بهش علاقه‌مند شد، از روی اون حسادت بعد با من اون کارا رو کرد. بزرگترین تقصیری که من داشتم آقای محسن این بود که این آدم رو وارد حریم
خصوصی و شخصی زندگی میکرد. لحظاتی که با هم دیگه بیرون میرفتین احساس میکردی مثلا این حسی داره یا نه اصلا؟ بعضی وقتا مثلا جلوی دوست دختر منو ضایع میکرد، شروع میکرد با اون بیشتر گرم گرفتن تا با من حرف زدن. یه حسایی کرده بودم ولی زیاد بهش اهمیت نمیدم. گفتم بابا رفیقم که نمیاد چشم به دوست دختر من داشته باشه. چرا رفیقت پیامبره یا رفیقت خداست؟ آره واقعا. کسی که تو پارتی باش آشنا شدی و دوست پارتیته پارتی کنه یعنی. آره پارتی کنه، توقع چی داری دقیقاً؟ خب داستان چی بوده؟ 2 تا دوست بودید که آره 2 تا دوست بودیم که با هم دیگه میرفتیم مهمونی. تو این مهمونی‌ها گفتم با پسرا خیلی راحت اوکی میشن. 2 نفر دیگه اومدن با ما رفاقت کردن، با هم دیگه در ارتباط بودیم، پیام میدادیم، صحبت میکردیم. یه روز یکیشون به من زنگ زد گفت یه مهمونی داریم اطراف تهران، دوست داری بیای؟ از ظهر شروع میشه تا نصف شب مراسم ادامه داره، اگه میای اوکی کن تیکتتو بزنیم دعوتت کنیم. آها تیکت داره؟ یه تیکت ورودی میدن واسه این مهمونی‌ها. به ساعت 2 ظهر رفتم اونجا، دیدم یه مرد گولاخ به چه بزرگی اومد در رو باز کرد. من فکر کردم کسی که نگهبان یا صاحب خود ویلاه یا کسی که تیکت رو از من میگیره. رفتم داخل، بعدم هیچ کس داخل باغ نیست، خبری هم از مهمونی نیست، نه میز مزه‌ای باشه نه وسایلی باشه، هیچ خبری نیست. گفتم خب شاید من زود اومدم، منتظر این 2 تا رفیقامو شدن که اونا هم بیان. دیدم نه اینا نیستن. پاپا میشد بعد که داخل ویلا شدم بعد دیدم 2 نفر دیگه هم هستن به جز این. هم هیکل هم این آقایی که در رو باز کرد دیدم داخل ویلا هستش. ببین رفته تو ویلا دیده هیچ کس نیست، 2 تا سیاه پوست بزرگ حالا انواع سفید پوستش نشستن اونجا. اینم گفته چرا هیچ کس نیست. ساده ای تو اینجا تو خونه غریبه میبینی هیچ کس نیست، مشکوک، فضا، گنده، گولاخ، فرار. اصلا چرا رفتی تو؟ حالا که رفتی تو دومتو بذار پولت فرار. بعد گفتم بچه ها نمیان. بعد برگشت گفت جون بچه خوش که منتظر کی هستی تو؟ اینجا دیگه شما رفتی وارد ویلا شدی و ازم مهمونی در کار مهمونی در کار نبود، هیچی شبیه مهمونی نبود. مثلا من منتظر یه میز مزه و مشروب و این چیزا بودن که همیشه آماده بود تو مراسم. و دیدی که یه آدم گولاخ میگه بچه خوشگل خیلی خوش اومدی به اینجا. دقیقا همینطوری به من گفت. یکم محکم کوبید کف سینه، پرت شدم رو زمین. سوالی که من ازت دارم اینه، وارد ویلا شدی دیدی که چند تا آدم، اون آدمایی که اونجا بودن اراذل و باش بودن، آدم معمولی بودن، یعنی احساس میکنی اجیر کرده کسی بودن یا اینکه نه اصلا ویلا رو اشتباه رفته بود؟ این برای من مبهمه. نه ویلا همون آدرس بودش، همون آدرسی بود که همون آدرسی که بودش به من دادن. من اونجا رفتم و من منتظر اون رفیقام بودم که نیومده بودن. بعد 3 تا آدم حالت همون اراذل بودن، واقعا لاتولوتی بودن از خودشون. چرا موندی؟ گفتم مهمونی کی شروع میشه؟ گفت جون بچه خوشگل منتظر مهمونی الان در کار نیست. یعنی تو کاملا شوکه شدی که دقیقا شوکه شدم. و گفت منتظر رفیقتی تو اتاقه، برو اونجا ببینش. اینم ساده. رفتم تو اتاق، یو از پشت منو هول افتادم رو تخت. بعد من دست منو به زور بستم به تخت. بعد دیدم همون پسری که من دعوت کرد اونم اومد، رفیقش. بعد این 3 تا دونه دونه داشتن به من تجاوز میکرد. بعد این پسری که من دعوت کرده بود که بعدا فهمیدم این عاشقم دختری بود که من دوستش داشتم. بعد اینا دونه دونه تجاوز کردن. این فقط داشت به من میخندید و هی تو اون لحظه بودم خدا من چه گناهی کردم از اینجا سر در آوردم. بعد همون داشت به من میخندید، همون رفیقی که داشت به من میخندید داشت از من فیلم برداری میکرد. اینا هم دونه دونه داشتن به من تجاوز میکرد. بعد این فیلم برداری که کردن به من گفتن میخوای فیلم پخش نشه باید به ما پول بدی و هر چی داری به ما بدی. من یه سوال، ببخشید من نمیخوام، دارم میدونم حالت اوکی نیست، یه ذره منقلب شدی. سوال من اینه که خب ما خانم ها وقتی بهشون مقوله تجاوز برشون اتفاق میفته یه ریاکشنی دارن، ولی وقتی به یک آقا تجاوز میشه، اون من همیشه این سوال میپرسم از قربانی تجاوز، از اون حس و حال اون لحظه میتونی بر من بگی که اون لحظه که داشت این اتفاق میافتاد تو دقیقاً چه حالی داشتی؟ حال می‌کردی؟ حالش بد بودی دیگه. تو چه اتمسفر و فضایی بودی؟ قشنگ احساس می‌کردم غرورم از بین رفته، دیگه مرد نیستم، یه آدم کثیف و لجن شدم. انگار مثلا سطل آشغالی که اومدن توش آشغال خالی میکنن. دقیقا یه حس خیلی وحشتناک و بد. ترس، کابوسای شبانه بد،
به همه شک داشتم، به همه یه چش معترض میدیدم. هر کی میاد سمت من میگفتن این دنبال یه چیز دیگه است، دنبال رفاقت نیست. اصلا باورام نسبت به رفیقام همه عوض شد. پس این داستان برات از طرف رقیب عشقیت اتفاق میفته. دقیقا. تجاوز بیرحمانه به یه پسر، حالا اصلا بچه خوشگل برای مثال. تو به همچین شخصی اعتماد کرده بودی و آورده بودیش تو خونت، یعنی پس میخورده که همچین حرامزاده باشه و تو اعتماد کردی اون آوردیش تو خونه، عاشق پارتنرت شد، بعد به خاطر اینکه رابطتون رو به هم بزنه، حالا یالا ادامهشو میشتم، اومده با اون گولاخایی که گفت کشوندتش مهمونی توی ویلای خالی با 2 گولاخ بهش تجاوز کردن، فیلم گرفته و پکونده شده روحیش، یعنی داغون شده. بریم ادامهش بشنیم ببینیم چی شد. و اون تمام اون ثانیه ها اونجا بوده، داشته نگاه میکرده، بهت میخندیدن و دونه دونه بهت تجاوز میکنن و فیلم هم ازت الان دارن. شکایت کن دیگه. چی میشه این فیلم؟ هدف از این کار چی بوده دقیقا؟ به کجا میخواستم برسن؟ من خودم اول فکرم به خاطر پول این کار کرده، که بعد قضیه‌ای که واسه من اتفاق افتاد چند سال گذشت از این قضیه، من تقریبا با تراپی و اینا یه ذره اوکی شدم از نظر روحی. بعد رفتم خواستگاری دختر مورد علاقم که همون همسایه‌ام بود. این سوال ببخشید، چون شما خیلی میگذری از خیلی از داستان‌ها، ما بهتون گفتیم مثلا یه مقدار تغییر بدید، اما یه جزئیاتی هم بگید برای مخاطب، چون ممکنه من در جریان باشم مخاطب در جریان نیست. آیا از شما اخاذی هم شد پس از اینکه اخاذی شد؟ من هر چی پسنداز، گوشی، ماشینی که بابام واسم خریده بود اونا رو فروختم و به اینا دادم یه پول حداقل 500-600 میلیونی من به اینا دادم که نه فیلمو پخش کنن. بعد گفتم ما فیلمو پاک کردیم. خب سوال، هم داده هم پول داده، همه چیشو داده، مردونگیشو داده، نمیتونست شکایت پارتنرشو کنه، داده. میتونست شکایت کنه، میخواست کسی نفهمه. آره خانوماش هم تجاوزشون میشه، بخاطر آبروشون نمیره شکایت کنه. حال دیگه یه مردی دیگه مرد و زن نداره، باید نداره، باید میاد کنن شکایت میکنه دیگه. قربانی هستی تو. اون آقایی که رفیق شما بود و شما رو کشوند اونجا، اصلا اون چی شد؟ اون با اون دختر در ارتباط بود؟ شما اینجا کماکان با دختر در ارتباطی بعد از تجاوز؟ اینا رو برای ما نگفتی. من بعدها فهمیدم که این عاشق همون دختره. بعد قضیه همین مسئله‌ای که شما میگین سانسور شده، من بعد قضیه که رفتم خواستگاری اینا رو فهمیدم چی شد. نمیدونستم تا اون لحظه. او الان متوجه شدم. تو حتی اون لحظه که تجاوز شد و اون اونجا حضور داشت متوجه نشدی داستان چیه؟ دقیقا نفهمیدم این چه دشمنی با من داره که این کارو کرده با من. خدایا، من یه سوال از بچه پرسیدم، اینکه ادامه بدیم داستانو یا نه؟ اینکه لو رفته بخشش مشکل نداره؟ خب چون من اینو به من نگفتی. خب بس اینا رو پاک نکنی، چون اینو به من نگفتی. من فکر می‌کردم تو همونجا در جریان این قضیه بودی که این اتفاق به خاطر اون دختره. برای تو روز خواستگاری متوجه میشی که به خاطر چی به تجاوز شده و ازت فیلم گرفته شده. من دقیقا موقعی که داشت نامزدیم اتفاق میافتاد اینو فهمیدم. من فقط داشتم تمام تلاشم میکردم خودم به خانواده پدر خانومم ثابت کنم. از نظر کاری خودم اوکی کردم، دوباره اون چیزایی که از دست دادن به دست آوردم با کار کردن. برای یه بخشی هم پدرم کمک کرد. من فقط داشتم خودم رو ثابت کردم که من این دخترتون میتونم خوشبخت کنم. دیگه همه چی داشت خوب پیش میره. حساب کن خیلی اصلا یه اتفاق واسش افتاده، بعد روحیش داغون، اصلا حالش بد، بعد نسبت به همه بی‌اعتماد شده، نسبت به رفیقش، به همه چی. بعد رفته تراپی با 1000 تا درمان خوب شده، همه چیز عالی. یعنی باز این وسط که داشتیم تراپی میرفته ازش اخاذی میکردن، کل پسنداز و سیو و میلیاردی پول داده و تازه رفته خواستگاری دختر مورد علاقش و توی مراسم اونجا متوجه شده که اصلا داستان چی بوده، چرا بهش تجاوز شده، داشته فراموش میکرده اصلا این قضیه رو. تمام تلاش داشته میکرده به خانواده ثابت کنه من مردم، من میتونم دخترت خوشبخت کنم، نمیدونم همه چی اوکیه. اون لحظه تو خواستگاری تمام این صحنه ها عین پرده از جلوی چشمش گذشته که چرا اون اتفاق افتاده. خیلی یادآوری بد و بد موقعی بود. به مرحله خواستگاری انجام شد، رفتیم واسه مراسم نامزدی حلقه گرفتیم، آزمایشامون انجام دادیم. بعد این فیلم من پخش شد بین فامیلاشون.
بعد این فیلم رسید به دست پدر. هی داره بدتر و بدتر میشه. وای خدای من، یعنی این فیلمی که تو داشته به تجاوز میشده افتاد دست پدر خانومت و فامیلات. فرض کن توی روی که روزهای خوب زندگیتی بعد این همه سختی که باشه سر گذاشتی و سعی کردی فراموش کنی، توی یکی از روزهای خوب زندگیت که داری میرین حلقه بگیرین و کارهای نامزدی میکنید و همه چیز شیرینه، تو این دوران شیرین یهو فیلمت پخش میشه تو گروه خانوادگی دختره. واوی از این فامیلی گروپ ها هستن همه خانواده داره، خانواده ایرانی بد. خیلی لحظه بدیه. هم فامیلای خودم هم فامیلای دختره. وای. بعد یه روز پدر دختر من رو صدا کرد، گفتش که بیا کارت دارم. بعد همین که نشستم فیلم رو گذاشت جلوی من، پخش شد با هم صداها، همه این صحنه ها دوباره واسم تکرار شد. انگار نه انگار مثلا من رفته بودم اینا رو فراموش کردم، دوباره همش واسم تکرار شد. چرا این کارو کرد؟ اون پسری که اینطوری باشه به درد دختر من نمیخوره، زندگی دخترم نمیتونه اداره کنه. تو آبرو نداری، تو اصلا مرد نیستی. بعد دیگه نامزدیمون به هم خورد. و تو نگفتی که چه داستان چی شده؟ براش توضیح ندادی که چه اتفاقی افتاده، فریب خوردی و اینا؟ چی بهش میگن؟ گوشی باز شنیدن نبود. این فقط به فکر آبروی دخترش بود که رفته میگه داماد من اینطوریه، دامادم بهش تعرض شده، فیلمش هم دست همه هست. بابا قربانی تو تعرض شده به تجاوز شده بهت، بعد بابا توضیح میدادی تاش اون قبول نمیکرد، اون قبول نمیکرد دیگه، ولی تو توضیح تو داده بودی اون با خودش بود قبول کنی یا نکنه. بابا ببین حتی همین الانم اگه شکایت میکرد دیر نبودش، چون دهن اون متجاوزا رو دقیقاً اینجا دیگه رفتی شکایت میکردی. این چوب کلفتی خورده، این چوب حقشو نگرفتن بود، حقشو نرفت بگیره، صداش در نیامد، تو چوب سکوتت خوردی و واقعا بشی درس عبرت برای بقیه که شما سکوت نکنید. دوستای عزیز خود هیچ کس سکوت نما بکنه. همچی قضیه پیش اومد با اعلام کنی. چرا؟ چون که تو قربانی. البته که امیدواریم هیچ وقت پیش نیاد، ولی اینا رو گوش میدیم که یاد بگیریم، بشه درس عبرت. از ذهن باباش پاک میگم، از ذهن فامیلاشی. خب اون آدمی که این کارو کرده بود چطور متوجه شده که کار اونه و هدفش و اینا رو نگفتی بهم؟ بعد این قضیه که پدر خانومی فیلمو به من نشون داد، من کلا از اون محل رفتم. یعنی مدت رفتم پیش یکی از رفیقام سمت کرشخونه مجردی، گفتیم با هم زندگی میکردیم. یه روز همین رفیقم اومد گفت فلانی پسره بود تو مهمونی ها میدیدیمش. گفتم خب رفته خواستگاری همون بنده خدا. واو فهمید شد این تجاوز کرد به این میدونست این دوست بچگیشه، از بچگی با هم بزرگ شدن، خانواده هم میشناسه و این عاشقشه و میدونست که خانواده دختره به پسره میدن دخترشونو. این عاشق شده بود، اومد همچی کاری باش کرد، فیلم ازش گرفت که اگه این روزی خواست بره خواستگاری دختره فیلم رو کنه برینه تو زندگیش که چی کنسل کنه قضیه رو، خودش بره دختره رو بگیره. چقدر تو هرون دادی، چقدر آمناگوی آمانا چوجوک. این از اون رفیقان بود که با من تو پارتی نمی اومد، به خاطر من بهش اعتماد کردم باهاش خونه مجردیت. این برگشت گفت فلان این بنده خدایی که تو باش مهمونی میرفتی دعوتت کرد فلان جا، با اون دختر مورد علاقت ازدواج داره میکنه. یک سوال، بعد الان این پدر خانمه اومده به این داماده که اومد تجاوز کرده میده دخترشو؟ یعنی اون که نمیدونه که خب پسر باید میگفت، باید داستانو میگفت. عجیب نیست که اون اومده این فیلمو فرستاده تو گروه خانوادگی. خب نه اصلا دبر میریزه. خب نه دیگه دارم میگم چوب سکوتشو خورده، نمیشم بگی حقشه. آخه بنده خدا نه نمیشه بگی جایگاهش نیستیم، جایگاهش نیستید، نمیتونیم قضاوت کنیم. نه فقط میگم کاشکی میرفت شکایت میکرد، پیگیری میکرد، سکوت نمیکرد. اینجا حداقل زبونش دراز بود. یک جا قراره تو زندگی حقتو بگیری، اینجا نمیخواستی بگیری، کجا میخواستی بگیری دیگه فهمیدم که به خاطر همون دختر به من کار کرده که من از اون دختر فاصله بگم. تو این مدتی هم که من با اون بنده خدا بودم هی میمده مزاحم این دختر میشده، ولی دختر چون منو داشته به این جواب نمیداده. بعد دیگه اینا ازدواج کردن و از ایران رفتن. دیگه من موندم و یه دنیای تاریک. تو در واقع توی این داستان کسی رو که دوست داشتی از دست دادی،
آبروتو از دست دادی، غرورتو از دست دادی، نگید بابا، شرفت نگید از دست اینطوری، دادی. نگید. بابا، نه. بازنده داستان شدی. پولو دادی، نه، دوست نه، دخترتو دادی، نه، پدر نه، زنتو نه. دادی، آیندهتو دادی. نه، به خاطر چی؟ نه. به خاطر سکوت. درس عبرت بچه‌ها، سکوت نکنید، همیشه حقتون رو بگیرید. و اون آدمی که یه جایی شاید توی زندگیت به عنوان رفیق بهت نزدیک شده بود، کاری رو باید کرد که شاید یه متجاوز و یه آدم بیرحم و یه آدم داعش مثلا شاید با کسی نکنه، ولی این کار رو با تو کرد. تو بعد از این داستان اون آدم سابق شدی یا نه؟ آخه چه سوالیه؟ آره الان کلاس باله میره سرامیک سازی، میرم انا آرایشگاه زنانه نخون میکارم چه کیمیا جون. چه سوالیه؟ بعد حالش بد و داغونه، تجاوز شده بهش، پول داده پارتنرشو داده، الان میدونه پارتنرش کاناداست با اون، اینم بدبخت. زندگی تو بعد از این داستان چجوری رقم خورد؟ من دیگه رفتم افتادم تو خط مواد، چیزایی که دوست نداشتم و ازشون متنفر بودم، دیگه رفتم سمت مواد و تزریق و اینا. این دوستی که باهاش زندگی میکردم خیلی خواست کمکم کنه، کمپ میبرد منو، هی به هم امید میاد بابا درست میشه. چیو درست میشه؟ من حتی پدر مادرم از دست دادم دیگه، اونا من به عنوان پسرشون نمیدونم، میگفتن تو اصلا دیگه پسر ما نیستی. بابا توضیح میدادی خب واسه شون. همچه قضیه پیش اومده، پخش شده تو خانواده گروه و خانواده فامیلی خودشون هم فرستاده شده فیلم، بعد این توضیح نداده برای حتی ننه بابای خودش توضیح نداده. بابا ننه باباتن، تو توضیح میدادی؟ بابا برین تو در ننه بابایی که بخوان حرف تو رو واقعا بچه‌شون قبول نکنن، واقعا میکنن. ننه بابا نیستن، یعنی اون ننه بابا توضیح میدادی، اگه قبول نمیکردن اون ننه بابا واقعا نیستن که به بچه‌شون اعتماد ندارن یا دلشون همچین موقعی برای بچه‌شون نمیسوزه، اون موقع بگو حقشون نمیخوامشون، ولی توضیح بده برای خانواده دیگه. تو بگی بابا مشتی شکایت نکردی حداقل توضیح میدادی. اون الان فکر خودت با میل خود رفتی پیش گولخا. آره دیگه گولخا. واقعا این حقم نبود که به جرم عاشقی این بلا سرم بیاد. یه شعر قشنگی یادم افتاد که میخوام برات بخونم. میگه عاشقی دردسری بود نمیدانستیم، آخرش خونجگری بود نمیدانستیم. برای تو دقیقا همین اتفاق افتاد. فکر میکنی که من بذار قبل از اینکه این سوال ازت بپرسم یه سوال دیگه ازت بپرسم. تو هیچ وقت این داستانها رو برای هیچ کسی نگفتی؟ حتی اون دختر در جریان نیست که اینو همش نقشه بوده، درسته؟ هیچ که خبر نداشت. تنها کسی که تونستم باهاش صحبت کنم همون رفیقم بود که باهاش زندگی میکردم و اونم خیلی کمکم کرد. یعنی چون تو احساس کردی که شاید گفتن این داستان کمکی بهت نکنه این کارو کردی، یا برای حفظ آبروی آقا چرا من این فیلم از من در اومد، آقا هیو هناس از من به من تجاوز شده به زور، چرا این کارو کردی؟ من اصلا نمیتونم با این بعد داستان و این بخش داستان کنار بیام. من اومدم از آبروی خودم دفاع کنم که کسی نفهمه که آخرشم آبرو قشنگ رفت، همه چی ما از دست دادم. این ترس آبرو، این الان اتفاقی که افتاده خیلی قشنگه، آبرو نرفت. بعدم حتی وقتی آبرو به قول خودت رفتم باز دیر نشده بود که بری داستان تعریف کنی. همون موقع که پدر زنگ زد تو گوشه، تا میزدی تو گوشش میرفتی شکایت میکردی، جدی میگم. الان قید دخترشو میزدی. آره بابا میگفتی من تجاوز شده، بابا چقدر شما بی فرهنگید. من شاید مثلا اون تایم میرفتم شکایت میکردم، پیگیری میکردم این موضوع، شاید این اتفاق ادامه دار نمیشد و حتی نامزدم هم از دست نمیدادم، حتی خانوادم هم داشتم. و چقدر اون نامرد اون آدمی که مثلا چطور میتونه در کنار آدم زندگی کنه؟ الان خوشبختن کنار، اصلا خبری داری ازشون یا نه دیگه؟ نه هیچ خبری ازشون ندارم. هیچ خبری نداری؟ نه هیچ خبری ازشون اصلا ندارم. اگه الان اون آدم روبروت نشسته باشه یه جمله بهش بگو، چی بهش میگی؟ یه جمله اگر بخوای بهش بگی. میخوام بهش بگم که شبا راحت میخوابی، ارزشش رو داشت که زندگی یکی رو نابود کنی که زندگی خودتو بسازی.
ولی یه حرف قشنگی زدی، گفتی که چی؟ گفتی اون دختره بدبختم الان نمیدونه با چه هیولایی در زندگی میکنه. ببین این اطرافیان خودش چجوری که آسیب بزنه، حتی به زن خودش. ببین خیلی آدم سیاه قلبی بوده. قضیه خیلی دارک شده که الان یک زن و شوهری تو کانادا دارن زندگی میکنن که زنه نمیدونه شوهرش چه حرومزاده ایه پلی کن و فکر میکنه دوست پسر اولیش دوستش نداشته، آدم پپه‌ای بوده، این دوستش خیلی مرد و دوستش داره. بعضی وقتا تو ذهنم میگم برم خیرشو بجوام، بعضی وقتا میگم نابودش کنم زندگیشو، ولی میگم نه، آدم این کار نیستم. من نمیتونم مثل اون حیوان باشم، نمیتونم مثل اون پس باشم. ولی اون حیوان زندگی من نابود کرد، جوونیمو نابود کرد، عشقمو گرفت، کارمو گرفت، آبرومو گرفت، همه چیمو نابود کرد. اگه این رفیقمون نداشتم تا حالا 100 با خودم رو راحت میکردم، خودکشی میکردم. باز خدا رو شکر این رفیق دم رفیق دقیقا گم دیگه نمیدونم چجور ادامه بدم. شل کن دیگه، تو که تا حالا شل کردی، بقیه‌اش هم شل کن و لذت ببر دیگه. اینم از داستان امروز. من دیگه واقعا حرفی ندارم. اگه حرفی داری میتونی کلام پایانی رو بگی، وگرنه که دیگه خداحافظی کنی. فقط من به همسن سالای خودم یا بچهای کم سن و سال میدونم زندگی سخته، بعضی پدر مادرها جدا میشن، مشکلات دیگه هست، ولی سمت این مهمونی ها، سمت رفیقای ناباب نرن که واقعا کل زندگیشون نابود میشه. من خودم باور نمیکردم که وقتی بیام داخل مهمونی تهش این باشه. میدونستم هیچ وقت پامو تو مهمونی ها نمیذاشتم. یعنی اگه اون مهمونی ها رو نمیرفتی با یه همچین آدمی آشنا نمیشدی؟ شاید الان بچه‌امو بغل میکردم، شاید الان من با زنم یه زندگی خوبی داشتم، بچه‌امو بغل میکردم و خوشبخت بودم. خیلی از شما ممنونم. من یه چیزی بگم در پایان که میگه مهمونی، ببین آدم مزخرفا نه تنها تو مهمونی، تو هر جای دیگه هم میتونن پیدا بشن. شنونده باید عاقل باشد. اینجور آدم ها همه جا هستن. حالا تو مهمونی میگیم درصدش بالاتره و بعدم مهمونی میرید با چند نفر اکیپه برید، با رفیقاتون برید، تکی پا نشید نرید جلوتون گولاخ در نیاد دیگه. گولاخ بچه‌ها این درس عبرت، همه جا یک گولاخ میتونه در براتون در کمی دیگه شه. این درس عبرت یک، این که بچه‌ها همه جا یک گولاخ در کمینه. دو، این که به هر کس اعتماد نکنید. بابا رفیق 5 ساله 10 ساله هم تو محیط زناشویی و محیط شخصی و محیط خصوصی نباید بیاریش جایی که پارتنرت هست، مادرت هست، خواهرت هست. حالا اینجوریه، میدونی، فکر نکن همه پیغمبرن. اینو همیشه گوشه ذهنت داشته باش که این شخصی که فکر میکنم خیلی پسر خوبیه، خیلی آدم خوبیه، یک نیمه تاریکی داره که هنوز رو نشده، هنوز کسی ندیده. و اینکه واقعا شکر برای وجود خدا که به خاطر وجود خدا خیلی از ترس خدا خیلی کارا رو نمیکنن. خدا رو از خیلی ها بگیری اونم کثیف‌ترین، حیوان‌ترین و هزار بدتر این میشن و همین الانش هم خیلی از درس خداست که خیلی کارا نمیکنن. وگرنه توی دنیا پر اینجور چیزاست بچه‌ها. و اینکه اعتماد نکنید. از این به بعد بچه‌ها این برنامه یه درس عبرت رو بیشتر میگیریم، امیدوارم درس عبرت گرفته باشید. من که شخصا پارتی جای تنها حداقل نمیرم، میدونی، توی امشب یاد گرفتم پارتنرم رو دوست دارم، پس مراقب باشم، کسی رو تو فضای خصوصیم راه ندم و اینکه به کسی الکی اعتماد نکنم. بله. و اینکه سکوت نکنم. کوچکترین آزار، چه آزار جنسی، چه آزار کلامی، چه آزار هر چیزی، و اینکه نباید سکوت کنین، باید شما هم درس بک بدین بهش. حالا اون درس بک میتونه با پلیس باشه، میتونه با هزاران روش دیگه باشه. بچه‌ها امیدوارم درس عبرت گرفته باشین. خلاصه که بچه‌ها مثل مار هوشیار باشید و مثل کبوتر ساده. تموم شد بچه‌ها، تا درس عبرت دیگه. خدا نگهدار. بای بای. بای بای.